الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگانی محترم و معزز و مکرم، دوستانی عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت شما عزیزان هستم در قسمت 106 برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی. این قسمت از برنامه ما به ادامه چند قسمتی گذشته در مورد احکام و آداب و سنت های جنازه هست که در چند قسمتی گذشته در مورد نماز جنازه و فضیلت خواندن نماز جنازه و حکم خواندن نماز جنازه و احکامی که متعلق به نماز می گرفت که تکبیرات جنازه بود و خواندن سوره فاتحه و خواندن درود بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و ادعیه‌ای که در نماز جنازه از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده بود. اینها را در روشنایی احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما تقدیم کرده بودم و همچنین آدابی که بعد از خواندن جنازه و قبل از دفن کردن میت در اثنای تشییع جنازه از نمازگاه یا مسجد تا به قبرستان آدابی که باید مراعات شود، اینها را هم در قسمتی گذشته خدمت شما عزیزان تقدیم کرده بودم و این قسمتی از برنامه به ادامه همان قسمتی گذشته در مورد احکام دفن و اینکه قبر باید چگونه بوده باشد و چگونه باید مرده یا میت یا تابوت در قبر گذاشته شود و بعد از گذاشتن مرده یا جنازه در قبر باید کدام دعا خوانده شود و همچنین چگونه بعد از دفن کردن برای میت دعای استغفار و دعای طلب آمرزش کرده شود. اینها را، این احکام و مسائل و آداب را در این قسمتی از برنامه خدمت شما عزیزان در روشنایی احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تقدیم خواهم کرد. در مورد اینکه قبر انسانی مسلمان چگونه باید بوده باشد، در شریعت اسلامی دو نوع قبر ثابت شده است که انسانی مسلمان در این وقتی که در قبر یا برای از قبر کنده می شود، یکی به شکل لحد کنده می شود، لحد یا لحد به ضم لام یا به فتح لام، و یکی هم به شکل شق. و لحد قبر را گفته می شود که اولا قبر به شکل عمقی کنده می شود و بعد از او در جهت قبله از او برای میت از خاک یک جای خاصی کنده می شود که در اونجا میت گذاشته می شود در جهت قبله و بعد از او دهن آن توسط آجرها یا خشتها پنهان کرده می شود و بعد از او خاک بر بالای قبر ریخته می شود. اما شق قبری را گفته می شود که وقتی قبر به شکل عمقی کنده می شود، در داخل عمق قبر یک قبر خرد دیگه کنده می شود به اندازه میت که میت در آنجا گذاشته می شود و بالای از او توسط آجرها و خشتها پود کرده می شود و بعد از او بر بالای قبر داخل قبر با خاک پر کرده می شود. در مورد اینکه کدام یکی از اینها افضل و بهتر است، احادیثی از رسول اکرم صلی الله علیه احادیث از صحابه کرام ثابت شده است که آنها توصیه به کندن لحد کردن که برایشان لحد کرده کنده شود و همچنین این هم ثابت است که قبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را به شکل لحد کندن و همچنین قبر حضرت ابوبکر و عمر رضی الله عنهما را. لذا قول علما این است که اگر لحد کنده شود این افضل و بهتر است و اگر زمین به شکلی بوده باشد که لحد امکان نداشته باشد، زمین نرم بوده باشد، اگر لحد کنده شود قبر میلنبد یا قبر به خاک ها بر بالای تابوت یا میت می افتد خاک قبر، در آن صورت کندن شق هم اشکالی ندارد. از صحابی جلیل قدر سعد بن ابی وقاص که یکی از جمله 10 مبشره بالجنت هستند، ایشان قبل از وفاتشان وصیت کردند که قبر ایشان به شکل لحد کنده شود،
همچنانی که برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم لحد کنده شده بود. این مطلب را امام مسلم رحمت الله علیه روایت میکند که حضرت سعد بن ابی وقاص قبل از وفاتشان فرمودند الحدوا لی لحدا وانصبوا علی اللبن نصبا کما صنع برسول الله صلی الله علیه و سلم. شما وقتی که بعد از وفات کردن برای من قبر میکنید، قبر من را به شکل لحد بکنید، به شکل لحد یا لحد بکنید. گفتم که قبر لحد یا لحد آن است که اول به عمقی قبر کنده می شود، بعد از جهت قبله برای میت از زیر خاک از طرف قبلهش یک جای خاصی دیگه کنده میشه، در آنجا گذاشته میشه و بعد از او دهن آن توسط آجر و خشت پد کرده میشود و بعد از او بر بالای قبر خاک انداخته میشود. و الحدوا لی لحدا وانصبوا علی اللبن نصبا. و بعد از اینکه من را در داخل این لحد گذاشته، دهن لحد را توسط آجر یا خشت ببندید. آجر و خشت را در دهن لحد بگذارید تا که پد شود و بعد از او بر بالای قبر خاک بندازید. کما صنع برسول الله صلی الله علیه و سلم، همچنانه که ما صحابه کرام قبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را چنین کردند که اول برایشان لحد کندند و بعد از او دن لحد را توسط آجر خشت پد کردند و بعد از او در داخل قبر را با خاک قبر پر کردند. و این دلالت میکند وصیت صحابی جلیل قدر سعد بن ابی وقاص به اینکه کندن لحد افضل و بهتر است و همچنین دلالت به این میکند که قبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به شکل لحد کنده شده بود. و امام احمد و ابن ماجه رحمت الله علیهم هم این مطلب را روایت میکنند از صحابی جلیل قدر انس بن مالک خادم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که ایشان فرمودند و سند حدیث هم همچنانه که امام احمد میگوید حسن هست که ایشان فرمودند حضرت انس بن مالک کان بالمدینه رجل یلحد و رجل یشق. در مدینه دو مردی بودند، دو قبرکنی بودند که یکیشان قبر را به شکل لحد میکندند و دیگرش قبر را به شکل شق. فبعث الصحابه فی طلبهما. صحابه کرام بعد از اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وفات کردند در طلب این دو مرد فرستادند و گفتند که ایهما جاء عمل عمله لرسول الله صلی الله علیه و سلم. هر یکی از این دو مرد که اول آمد آن کار خود را در مورد قبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بکند. اگر لحد کن اول آمد قبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را لحد بکند و اگر شق کن اول آمد قبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را به شکل شق بکند. فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلی الله علیه و سلم. اول شخصی آمد که قبرکنی آمد که قبرها را به شکل لحد میکنید، لذا قبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را لحد کند و در قبر لحدی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را دفن کردند. و همچنین امام ابن ابی شیبه رحمت الله علیه از صحابی جلیل قدر ابن عمر پسر عمر رضی الله عنه عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت میکند که ایشان فرمودند الحدوا للنبی صلی الله علیه و سلم ولی ابی بکر و عمر. صحابه کرام هم به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قبرشان را لحد کردند و هم به دو یارشان حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی الله عنهما قبرای هر سه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و حضرت ابوبکر و حضرت عمر به شکل لحد کنده شده بود و در قبر دفن شدند که قبر لحدی بود. لذا بنابراین احادیث علما قولشان این است که اگر زمین سخت بوده باشد، زمین نرم نباشد، خوفی از این نباشد که قبر بر بالای جسد میت بلنبد یا بیافتد، در او صورت کندن لحد افضل و بهتر است. و در مورد اینکه وقتی که مسلمان ها بخوان که مرده خود را در داخل قبر بگذارند باید از چه رقم بگذارند؟ اول پایش را بگذارند یا اول سرش را بگذارند؟ هر دو در احادیث از رسول اکرم و صحابه کرام ثابت شده است و لذا علما قولشان این است که اشکالی ندارد که به اول پایش گذاشته شود بعد از او سرش یا اول سرش گذاشته شود بعد از او پایش. و عده علما هم رأیشان این است که اگر طرف قبله بوده باشد اول باید سر گذاشته شود بعد از او جهت پایش، و اما اگر
جهت پای میت طرف قبله بوده باشد، اول باید طرف پایش گذاشته شود و بعد از او طرف سرش. این مطالب همه در حدیث از رسول اکرم و صحابه کرام ثابت شده است. از جمله حدیثی که امام ابو داود رحمت الله علیه از ابو اسحاق روایت میکند، از ابو اسحاق سبیعی کوفی، یکی از تابعی های مشهور کوفه بود که از صحابه از تعداد زیادی صحابه روایت کردند و ایشان در زمان حضرت عثمان متولد شدند و حضرت علی و دیگر صحابه کرام را دیدند و از حضرت علی و دیگر صحابه کرام روایت کردند و در سال 129 هجری در کوفه وفات کردند. امام ابو داود از این تابعی جلیل قدر روایت میکند که ایشان فرمودند ان عبدالله بن زید او ادخل المیت من قبل رجلی القبر. یکی از صحابه کرام که عبدالله بن زید نام داشت، عبدالله بن زید اوسی و کوفی، یکی از قبیله اوس بود و از جمله کسایی بود که در کوفه زندگی میکردند و با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیبیه شریک بودند و همچنین از جمله یاران امام علی رضی الله عنه بود که در جنگ جمل و صفین با حضرت علی شریک بودند و از حضرت علی احادیث زیادی هم نقل کردند و همچنین از طرف حضرت علی در کوفه یک فتره و یک مدتی امیر بودند. شخصی به نام عبدالله زید حارسی اعور وفات کرد و قبل از وفاتش وصیت کرده بود که عبدالله بن زید ایشان را دفن کند. ابو اسحاق میگه که حضرت عبدالله بن زید وقتی که حارس عوفی را دفن میکرد ادخل المیت من قبل رجلی القبر، این میت را از طرف پایشان به قبر داخل کردن. اول طرف پایش را به قبر داخل کردن و بعد از جهتی سرش را. و قال هذا من سنه، عبدالله بن زید فرمودند که این کار از جمله امور مسنونه است. و همچنین در روایت دیگری هم آمده که امام شافعی او را روایت میکند از و همچنین امام احمد از حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه که ایشان فرمودند صلی رسول الله صلی الله علیه و سلم علی جنازه رجل من ولد عبد المطلب. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر بالای جنازه‌ای که آن جنازه از اولادهای عبد المطلب بود، از خاندان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود، هاشمی بود، از اولاد عبد المطلب بود. بالای ایشان نماز خواندن. فامر بالسریر فوضع من قبل رجلی اللحد. امر کردن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که سریر میت، تابوت میت داخل قبر گذاشته شود و امر کردن که از طرف پای لحد، از طرف پای مرده از طرف پای به قبر داخل کرده شوند. ثم امر به فصل سلا، یعنی جهتی پای لحد در قبر گذاشته شد و بعد امر کردن که از طرف پایشان به قبر گذاشته شوند و این کار را کردند. و لذا بنا به این احادیث مذهب امام شافعی و همچنین مذهب امام احمد و علمای دیگر رأیشان این است که افضل و بهتر است که از طرف پای مرده به قبر داخل کرده شود و بعد از او از طرف سر. و رأی دیگری هم از امام شافعی و از بعضی علمای دیگر روایت شده که افضل و بهتر است که از طرف سر داخل شوند، چون خود امام شافعی در مسند خود از عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت میکند که ایشان فرمودند انه صلی الله علیه و سلم سل میتا من قبل رأسه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک مرده را از طرف سرشان به قبر نهادند. و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمودند که اگر قبر به شکلی باشد که جهتی رأس مثلا طرف قبله بوده باشد، اول مرده از طرف سر داخل کرده می شود و اگر به شکل قبر بوده باشد که طرف پای قبرستان یا طرف پای مقبره طرف قبله بوده باشد، لذا از پای اول مرده به قبر گذاشته میشه و بعد او از طرف سر. چون امام ترمذی رحمت الله علیه روایت میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ادخلوا المیت من قبل القبله، شما مرده را در قبر از طرف قبله داخل کنید. هر قسمتش که به قبله به طرف قبله بوده باشد اما قسمت را اول در قبر بگذارن. بنابراین اکثر علما رأیشانی است که این امر اختیاری است، چون احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده که هر دو را ثابت میکند. امر اختیاری است، اگر از طرف پای به قبر گذاشته شود، طرف پایش یا طرف سرش هیچ اشکالی ندارد. و ادامه این مطلب را بعد از دیدن یک میانبرنامه کوتاه خدمت شما در روشنایی احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تقدیم خواهم کرد.
با ما باشید. من ذا يداني فضله وعلاه هذا الذي أحيا الأنام هداه هذا الرسول المصطفى لي أسوة. از صهیب رضی الله عنه روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند عجیب است امر انسان مؤمن، چرا که امور وی همه خیر می باشد و کسی جز مؤمن چنین نیست. اگر به او خوشی رسد شکر می گذارد و برای او خیر است و اگر به او سختی رسد صبر می کند و برای او خیر است. هو قدوتي. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت شما عزیزان هستم. بعد از اینکه مرده در قبر گذاشته شد، اگر مرده زن بوده باشد افضل و بهتر است که بالای قبر توسط چادر، توسط عبا یا چادری پوشانده شود و در زیر این عبا و چادر کسی که محرم با میت و مرده هستند، مرده زن، داخل شوند و تابوت مرده زن را داخل لحد یا شق بگذارند. اما اگر مرده مرد بوده باشد این کار مسنون نیست که او را تجلیل قبر، در اصطلاح شرعی تجلیل قبر میگن، یعنی پوشاندن قبر توسط عبا یا چادری که یا قماشی که بر بالای از او گرفته می شود. این مطلب در احادیث ثابت شده است، از جمله حدیثی که امام بیهقی او را روایت میکند که ان علیا اتی اهل الکوفه و هم یدفنون میتا. امام علی رضی الله عنه در قبرستان اهل کوفه تشریف آوردند در حالی که اهالی کوفه یک مرده را در قبر می نهادند و قد بسط الثوب علی قبره، در حالی که چادری را بر بالای قبر گرفته بود، پنهان کرده بودند بر بالای قبر، تا که در زیر چادر مرده را، کسایی که مرده را دفن میکنند داخل شده مرده را در لحد یا در شق بگذارند. فجذب الثوب من القبر و قال، حضرت علی رضی الله عنه این چادر را از بالای قبر کش کردند و گفتند که انما یصنع هذا بالنساء، این کار مختص زنها و خانم هاست که مرده یا میت وقتی که خانم بوده باشد این کار با خانم ها کرده می شود، با مرده های خانم، با مرده ها کردن این کار مسنون نیست. و همچنین امام بیهقی روایت میکند که ان عبدالله بن یزید یا عبدالله بن زید ابا ان یبسط علی جنازه حارث بن الاعور الثوب و قال انه رجل. حضرت عبدالله بن زید هنگامی که جنازه حارث اعور را دفن میکردن در داخل قبر میگذاشتن، نگذاشتن که بر بالای از او چادر را بر بالای قبر پهن کنند و گفتن که این شخص مرد است و این کار مختص زن هاست، که قبلا گفتم که حارث اعور وصیت کرده بود که عبدالله بن زید جنازه از او را بخواند و او را در قبر بگذارد و عبدالله بن زید وقتی که جنازه حارث اعور را خواندند در قبر گذاشتند. اهل کوفه خواستند که بر بالای قبرستان چادری را پهن کنند.
حضرت عبدالله بن زید فرمودند که این کار مختص به خانم هاست و از این کار اهل کوفه را منع کردند. پس اینها دلالت به این میکند که اگر تابوت یا جنازه زن بوده باشد، سنت است که بر بالای قبر از او چادر و عبای پهن کرده شود تا که در زیر از او نزدیکانی از او، محارم از او داخل شده او را در داخل لحد بگذارند. اما اگر مرد بوده باشد این کار سنت و مسنون نیست. و همچنین از جمله امور مسنونه قبر کردن یا در داخل قبر گذاشتن یا تشییع جنازه میت این است که همچنان که احترام یک انسان زنده، قدر یک انسان زنده بر بالای انسان دیگر واجب و لازمی است و انسان وقتی که میمیرد مرده از او، تابوتی از او، احترامی از او و همچنین لطف و مهربانی با او از جمله امور مسنون است. باید در قبر به شکلی گذاشته شود که هیچ اعضای از او تکلیف نبیند، منجر به میده شدن یک عضوی از او، دستی از او یا پای از او نگردد. چون امام ابو داود رحمت الله علیه از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند کسر عظم المیت ککسره حیا، شکستاندن استخوان مرده مانند این است که شخصی استخوان زنده را بشکناند. و در روایت دیگه آمده که فی الاثم، در گناه، یعنی همچنانه که شکستاندن استخوان انسان زنده گناه دارد و بعد از مردن هم اگر کسی با مرده بی ادبی میکند و استخوان از او را میشکناند یا بدون احترام، بدون لامبالات مرده را در قبر میگذارد به شکلی که استخوان از او میده میشود و به درگذاشتن مرده در قبر از لطف و مهربانی و احترام کار نمیگیرد، این شخص مرتکب گناه شده است و این کار درست نیست و ناجایز است. و در مورد اینکه انسان وقتی که در قبر گذاشته می شود، در وقت گذاشتن میت در قبر باید کدام دعا خوانده شود، این دعا در احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. از جمله حدیثی که امام احمد و امام ابو داود و امام نسائی رحمت الله علیهم و همچنین امام ابن حبان رحمت الله علیه از صحابی جلیل قدر عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت میکنند که ایشان فرمودند ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که اذا وضعتم موتاکم فی القبور فقولوا، شما وقتی که مرده های خود را در قبر میگذارید این دعا را بخوانید بسم الله و علی ملت رسول الله، ما این مرده را در قبر به نام الله و به اینکه این در ملت و در امت رسول الله صلی الله علیه و سلم در قبر میگذاریم به نام خدا و به ملت رسول الله صلی الله علیه و سلم این مرده را ما در قبر میگذاریم. پس سنت مسنون است که وقتی که کسایی که مرده را در داخل لحد یا شق میگذارند بگن که بسم الله و علی ملت رسول الله. و همچنین امام حاکم و امام بیهقی حدیث دیگری روایت میکنند، اگرچه سند حدیث در نزد علمای سند ضعیف است، که حدیث چنین است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که دختر خود را ام کلثوم رضی الله عنها را در قبر گذاشتند گفتند که منها خلقناكم و فيها نعيدكم و منها نخرجكم تارة اخرى بسم الله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در هنگام گذاشتن دخترشان ام کلثوم در قبر این دعا را خواندند که منها خلقناكم و فيها، که جزئی از آیه قرآن کریم است که منها خلقناكم و فيها نعيدكم و منها نخرجكم تارة اخرى، ما شما را از این خاک پیدا کردیم و دوباره شما را به این خاک برمیگردانیم و باز شما را از این خاک دوباره زنده میکنیم. بسم الله و فی سبیل الله، به نام الله و در راه الله و بر ملت رسول الله ما این مرده را در قبر میگذاریم. پس گفتنی بسم الله و علی ملت رسول الله این در حدیث صحیح ثابت شده از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و امر متفق علیه است. اما خواندن این آیت که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم، این هم در حدیثی که امام بیهقی و امام حاکم را روایت میکنند ثابت شده است، اما در سند این حدیث ضعف است، علما حکم به ضعف این حدیث کردند. و بعد از گذاشتن مرده در داخل لحد و قبر کردن از او و انداختن خاک بر بالای قبر، در داخل قبر و بر بالای قبر، چیز دیگری هم مروج است در مابین بعضی ها
که خاکی را با دستهای خود میگیرن و بر بالای قبر پاش میدن، یا آبی را میارن بر بالای قبر پاش میدهند. این امر در حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است، اما این حدیث بنا به قول علمای حدیث ضعیف است. این حدیث را امام دارقطنی رحمت الله علیه از عامر بن ربیعه روایت میکند که ایشان فرمودند ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحث عليه 3 حثيات وهو قائم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بر بالای جنازه عثمان بن مضعون نماز جنازه خواندند و بعد از اینکه آنها در قبر نهاده شدند بر بالای قبر آمدند و 3 بار در دست مبارک خود خاک را گرفته بر بالای قبر پاش دادند، در حالی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ایستاده بودند. و در روایت دیگری میگه که فامر فرش علیه الماء، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امر کردند که بر بالای قبر عثمان بن مضعون آب پاش داده شود. این روایت چون در سندی از او شخصی به نام قاسم عمری است و شخص دیگری هم به نام عاصم بن عبیدالله است و علمای سند و روایت این دو شخص را ضعیف میپندارند. لذا قول علما این است که این کار در احادیث صحیح از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت نشده است و حدیثی که ثابت شده است این ضعیف است. لذا کردن این کار از جمله امور مسنونه نیست. بعد از قبر کردن پاشیدن خاک در سر قبر یا پاشیدن آب در سر قبر از جمله امور مسنونه نیست. اما آنچه که سنت و ثابت است از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم او این است که بعد از اینکه در قبر نهاده شد مسلمان ها طلب استغفار کنند برای از او و این مطلب در حدیثی که امام ابو داود و امام حاکم رحمت الله علیهما روایت میکنه ثابت شده است و از حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه روایت شده است که ایشان فرمودند کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیه و قال، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هنگامی که از دفن کردن مرده فارغ میشدند بر بالای قبر استاد میشدند و میفرمودند که استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. شما طلب مغفرت کنین برای برادر خود، این برادر خود را که در قبر گذاشتین، برادر مرده ایتان را برای ازی طلب مغفرت و آمرزش کنین. واسألوا له التثبيت و از الله متعال سوال تثبیت را کنین که در وقتی که در قبر این شخص سوال می شود الله متعال او را ثابت قدم بگذارد و توفیق بدهد که به سوال نکیر منکر و سوال ملکین جواب خوب بدهد. فإنه الآن یسأل، این شخص الان سوال کرده می شود بعد از اینکه در قبر گذاشته شد این دوباره زنده کرده می شود و از اموری سوال کرده می شود که من ربک ما دینک من نبیک و از الله متعال برای از طلب مغفرت کنین و سوال کنین که در وقت سوال ملکین این شخص ثابت القدم بماند و بتواند که به سوال ملکین جواب بدهد. این حدیث اولا دلالت میکند به مشروعیت دعا برای مرده بعد از اینکه در قبر گذاشته شود و دوم هم دلالت به این میکند که مرده از سوال از استغفار زنده ها از استغفار یا طلب مغفرت زنده ها استفاده میکند یا از دعای زنده ها استفاده میکند و از جمله چیزهایی که مرده از او فایده میبرد دعای زنده است که در حق از او دعا بکند. همچنانه که الله متعال در وصف مؤمنین میفرماید که والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا. کسانی که بعدها آمدن وصفشان این است که آنها در حق گذشتگان خود دعا میکنند، در حق مرده ها دعا میکنند، میگویند که ربنا اغفر لنا، ای بار اله ما را ببخش، ولاخوان الذين سبقونا بالایمان، و برادرهای ما را که به ایمان گذشتند از دنیا رفتن آنها را ببخش. و همچنین در آیه دیگری الله متعال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را امر میکند که واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، تو برای گناههای خودت استغفار کن و برای مردهای مؤمن و زنهای مؤمن. این تعلیم است برای ما امت، در حالی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گناهی ندارند، لیکن بر خاطر تعلیم امت الله متعال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را امر به استغفار میکنه که هم برای خود استغفار کن و هم برای مردهای مؤمن و زنهای مؤمن.
پس این امر مشروعیت دارد و از جمله اموری است که فایده و نفع از او بر مرده میرسد. و همچنین حدیث دلالت میکند به سؤال قبر و سؤال ملکین که در قسمت آینده ان شاء الله تعالی در روشنایی احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این امر را خدمت شما توضیح خواهم داد. و در اینجا وقت برنامه ما به پایان میرسد. تا با دیدار آینده به شما خداحافظی میکنم. الله یار و نگهدارتان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.